ما را بپذیرید بینندگان همیشگی تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز مهمان خاندان شماست. شو برنامه فرهنگی و فراغتی شام شهنواز. ما تهیهگران برنامه شام شهنواز همیشه کوشش میکنیم که طبع هر کدام شما را با سرود و اینچنین بخش‌های رنگارنگ خویش بریده گردانیم. چون هر وقت با شما هستیم، من مصرف امانشایف و من ماهیره امانوه. باید قید کرد که ما به برنامه خویش دعوت میکنیم آن هنرمندانی که همه شما میشناسید و دوستشان میدارید. خوشتان عزیز، چون هر وقت امشب نیز به برنامه خویش دعوت نمودیم دو هنرمندی خیلی هم شناخته خوشانی اونها رو برای شما ما معرفی میکنیم. دوستان عزیز، مهمونی اولینی ما هستند سراینده خیلی هم شناخته اینچنین سلیستی انسامبل فلکی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان علی جمعهخان و اینچنین هنرمندی شایسته تاجیکستان خیرنیسا وطنزاده. شما را خوش آمدید میگیم سر اول با تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز، مخصوصا با برنامه شام شهنواز در این شام زیبای تابستانه. خوش میگفتید شام برای هنرمند چگونه است؟ بعضا در چورابینیو، بعضا در محیط عائله، بعضا در مورد ایجاد هر حالت است. خوش میخوام از علیم پرسیده باشم. تشکر زیاد. فکر میکنم شام هر یک هنرمند در محیط عائله میگذرد و فکر میکنم امروز تاجیکستان عزیز ما بسیار یک باغای حشمت کردگان با فرزندها در باغ‌ها سیر و گشت میکنیم. خود شما هنرمند هستید، بیشتری وقت ما در صحیفه‌های اجتماعی شما نظر میکنیم که شما در توی و معرکه‌ها یعنی در خرسندی مردم قرار دارید و چگونه شما وقت جدا میکنید محض برای عائله و برای فرزندان خود؟ تشکر زیاد. البته هر یک هنرمند باید وقتی توی معرکه‌اش جدا کند برای عائله وقت می‌گوییم. البته اساس عائله است. فکر میکنم بله اساس عائله باید در محیط عائله باشه، ایجاد هم میشود، توی معرکه هم میشه. فکر میکنم. خب میگفتید که امروزها با چی کارها بند هستید؟ نفر هنرمند، نفر صنعتکار فکر میکنم دائما بند است. بله. با سرودهای نو، با ترانه‌های نو، با رقص‌های نو. سلامت باشید. چون همگان میدونند که ما در عرفه یک جشن تاریخی تاجیکستان واقعا مثال جشن استقلال، سالگی استقلالیت قرار داریم و هر روز، هر ساعت و هر لحظه هر یک هنرمند نزد خود وظیفه‌دار است که باید یک آرام ننشیند و یک پی ایجاد، پی نوگانی، پی جستجو، پی گفتگوها باشد. چون برای این کسب هنری ما است، ما وظیفه‌دار هستیم که نزد مخلصان، نزد تماشابین خود با یک نوگانی ها، با ایجاد نو، با سرود و رقص های نو باید که حاضر شویم. خب شما امروز به برنامه شام شهنواز آمدید. شما پیش از آنی که به استودیو وارد شدید شما رو چگونه هیجان احساسات فرا گرفت؟ بله. احساس؟ چون بخش‌های خیلی هم زیاد رو ما برای شما آماده کردیم. باره بود برنامه شام شهنواز رو تماشا کردم. تنها راستش رو بگویید. در راه آمدیم پای خیرنیسا گفتن من گفتم ما بسیار برنامه را دوست می‌دارم، اما هزل و شوخیایی که مثال بعضی بازی با گوشمان نکنه. همش گو ادام میبری و نمیبری بله. چون این برنامه شما بسیار یک برنامه جالب است. در رفت برنامه بازی هست با مخلصان، باز همین یک بخشای جالب دارد که هر یک هنرمند نمیتواند با آسانی. بله. ما فکر میکنیم که با اشتراک شما برنامه ما باز هم جالبتر خواهد بود. سلامت باشید. کوشش میکنیم. خوشتان عزیز، این حال در آغاز برنامه برای بالیدروی هر کدام شما علی جمعهخان یک سرود برای ما اجرا میکنند. بعدا میگذاریم به بخش اولی برنامه. شب سجده آرم که تو آیی بخوابم، در آن خوابی میرم که تو آیی بیمانی. تو را در خواب دیدم مگر یادم نمانده، صدایت را شنیدم مگر یادم نمانده.
و رفت تو شب چو آوازت بگوشم رسید و رفت تو شب رسید و رفت تو شب رسید و رفت تو شب شدم آب و چکیده مگر یادم نمونده شدم آب و چکیده مگر یادم نمونده سر ایستاده بودی چو سر ایستاده بودی چو سر ایستاده بودی تو را دیدم لبی جو چو سر ایستاده بودی چو سر ایستاده بودی چو سر ایستاده بودی به تزیمت خمیدم مگر یادم نمونده به تزیمت خمیدم مگر یادم نمونده همه شب سجده آرم که تو آیی بخوابم در آن خوابی میرم که تو آیی بیمانی تو را در خواب دیدم مگر یادم نمونده زی دکانی نوایی و دستم بود چیزه و دستم بود چیزه و دستم بود چیزه زی دکانی نوایی و دستم بود چیزه و دستم بود چیزه و دستم بود چیزه برایت میخریدم مگر یادم نمونده برایت میخریدم مگر یادم نمونده همه شب سجده آرم که تو آیی بخوابم در آن خوابی میرم که تو آیی بیمانی تو را در خواب دیدم مگر یادم نمونده دوستان عزیز امشب نیز به برنامه شام شاهنواز دو هنرمندی خیلی هم شناخته نفرانی که در سمت فرهنگ سهمی بی‌نظیر خود را گذاشتند ما به استودیوی خویش دعوت نمودیم خوش این حال آنها را من برای شما معرفی میکنم سراینده خیلی هم شناخته با استعداد اینچنین سلیست انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عالم جمعخان همچنین هنرپیشه شایسته تاجیکستان خیرینیسا وطنزاده شما را خوش آمدید میگویم شامتون بخیر باشد خب بینندگان عزیز وقتی آن رسیده است که آغاز کنیم بخش اولی برنامه را که نام دارد پیدا کن پیدا کردن چی و کی را باشد اینو من برای شما مختصر کردم میفهمونم این بخش نام گرفته از پیدا کن ما برای شما یک چند آهنگ ها رو پیشان میکنیم شماره آهنگ ها 8 دانه هستند یعنی اول شما گوش میکنه بعداً شما امکان داره تا اینکه برای ما جواب آن همین هنرمند یعنی از کدام هنرمند است و نام سرود را برای ما میگوید فکر میکنم این بخش برای شما دشواری نمیکند چون هنرمند است فکر بله. میکنم همه روزه این سرودها را گوش میکنید اما این سرودها یعنی آهنگها هم از هنرمندانی یعنی استرادای تاجیک هم از هنرمندانی یعنی استادان و هم از هنرمندانی خارجی میشوند اما دسته بخش به شما فهمه بله پس شروع میکنیم در حالت پیدا نکردن ما برای شما کمک میکنیم بله از کارگردان آواز خواهش کردم میشود که آهنگ نخستین را برای ما پخش نمایند مرحمت
бале севинч меминем ва буд ҷавоби шумо бале. комилан дуруст буд. айни ҳол мегузарем ба оҳанги навбатӣ. ва фикрмами аз ҳунармандои хелмоне аз шашмақомай бале. аз шашмақом хуршед бошанд, не ситораи кароматло бошанд. не стора низ не пайдо карда ё ин ки не ман барои шумо кӯмак мекунам то ин ки шумо пайдо карда бошед аз ҳамин оҳангҳоро. ин яке аз ҳунармандоне аст ки воқеан ҷавон аст, як истеъдоди хуб дорад, на танҳо дар жанри шашмақом балки дар дигар жанрҳо низ худро санҷидааст ва аллакай муваффақ низ ҳаст. қайд кардан ба маврид аст ки бобои ин нафар яке аз ҳунармандони шинохтаи тоҷикистон буданд. бобояшон ки аст? тахминан Юсуфа бошад. бале. тахминан Юсуфа. хошанд ҷавоби шумо дуруст аст. бале бале. ба ҳар ҳол мо ҷавобро оҳиста оҳиста кашида гирифтем аз шумо. ин тахминан Юсуфа буд. суруд ном дорад се кинак. ҳа марҳамат гӯш мекунем давоми суруро. کردم دو انگشتی دراز آهستکک آهستکک хуб мегузарем ба оҳанги навбатӣ. ки аст? ҳаст ҷавоб донишне? Садрдин бошад. Садрдин? Не. Як аз дигар не ки дин е, дин. охирш дин. фикр мекунам рафиқи олими ҷумъахон ҳастанд. бале. суруду оҳангҳои ин ҳунарманд ҳамарӯза тариқи телевизиони Шаҳнавоз пахш мешаванд. бале. яке аз ҳунармандони шинохтаи тоҷик аст. тоҷиддин раҳимов набошад. не тоҷиддин раҳимов тамоман оҳангҳои тоҷиддин раҳимов ин гуна нестанд. чуно ҳунармандан дар ҳама жанрҳо мехонад. меёфте пайдо накарде. хуш мо ҷавобашро худамон мегӯем. ин буд Хайриддин Шариф. ин дӯсти шумо аст. хайриддин дигар ба шумо гап намезанад барое ки суруди ӯро ҳама пайдо ҳунармандон ба якдигар дӯстанд, рафиқанд, лекин аз ҳамин лиҳоз пайдо накард. сурудҳо ки хеле зиёд ҳастанд фикр мекунам бале, ҳар як онҳоро дар хотир бошад. гирифта намешавад. марҳамат гӯш мекунем. گلی ریحانم تو نارنجانم به تو وابسته دیگر حسرت و ارمانم ба якдигар тақлид мекунанд, аз ҳамин лиҳоз Мусиқиё пайдо монанди кардан бачи мушкил дигар. аст. бале воқеан ҳамин чанд соли охир бисёри ҳунармандон дар ҳамин жанри миллии тоҷикӣ ки бен ҳад монанд аст. воқеан шумо дуруст гуфтед. барои ҳамин душвор аст ба пайдо якдигарӣ кардан. як даромаду мусиқӣ як лаҳзаяки мусиқӣ ба якдигариш монанд мешавад. аз ҳамин лиҳоз 100% мо услуба ҷудо карда наметонем ки бале. ҳамин услуби кадом ҳунарманд аст. воқеан суханҳои шумо дуруст ҳастанд. мегузарем ба оҳанги Оҳанги навбатӣ. навбатӣ. марҳамат гӯш намоед. شما فکر ما پای خیلی سونه نه 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 شما بگید بگذار شما نه شما ҳар дуятон дар фикр пайдо кардем. агар ҳарду пайдо карда бошад мо ҷавоби ҳарду шуморо қабул мекунем ва як холӣ барои ҳарду шумо медиҳем. аввал шумо. марҳамат аз бону. شما بگید فکر میکنم زبونیسان رو با فکر میخوندید سرده аммо айни ҳол ки месалан این حال ستاره کرماتلام خوندگی است خوجسته хуҷаста буд. самку амин ҷавоби шумо нест хуҷаст. бале ин сурудро боре гӯш карда буде? اول من از اپای зебунисо زبونیسا گوش کردگیم سرده ҳамин сурудро хуб мо ҷавоби ҳардуи шуморо қабул қабул кардем. мекунем. марҳамат гӯш мекунем давоми сурудро.
عزیزی دل بیا بیا سراغمی که فقط توی دوایی منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمی. خوب مرحمت آهنگ نوبتی. پیدا پیدا کرده؟ کرده؟ پیدا میکنم. نکرده. جواب داره؟ مرحمت؟ کی هست؟ مرحمت. فکر میکنم این آهنگ خودم متن خودم، متن خودم سرودی خودم، مال خودم. مال خودم. اصلا این آهنگ افغانی است. شعرش شعری علیشیر نوایی است. فکر میکنم ما در ژانر خودمون کمتر خلقی کردیم و ارنجروفه کردیم. این سرود ما خوندم به بیننده‌ام و در آغاز برنامه نیز سرود رو ما برای بینندگان البته، پیشکش کردیم. البته. این بود علیمی جمعه خان که در کوتاه‌ترین مدت پیدا کردن. خوش مرحمت گوش میکنه. همه شب سجده آرم که تو آیی بخوابم در آن خوابی میرم که تو آیی بیمانی. مویره حساب چند است؟ حساب 3-2 یعنی 3 خال از عالم جمعه خان و 2 خال از خیر نیسا. فکر میکنم در آخر یکی از آنها غالب میبین. چون در هر برنامه میبینیم که قریب همه برابر میشوند یعنی دوستی غلبه میکند. خوش مرحمت گوش میکنیم آهنگ نوبتی را. فکر میکنم ایشان سوینج است. نه نه سوینج نیست. سوینج نیست. دلنوزا باشه. نه دلنوزا نیست. خیر اینها نیسا پیدا کردن ولی نامش رو در یاد ندارن. متن های یعنی از همین سرود رو میدونه؟ نمیدونه اما پیدا کرده. خوش برای شما کمی کمک میکنیم. این نیز یکی از هنرمندان شناخته ازبکستان است. ازبکستان بله. آزاده و فکر. نه آزاده نه. یلدوز باشد. یلدوز نیست نه بفکرم. نه. جواب این آهنگ را تنها موهیره میداند. شاید شما دونین غالب شما بیایید برنامه شما پیدا نکردید؟ نه نامش رو آهنگ شناس است. بله شناس است لیکن خب جوابش رو خودمون میگوییم. این هنرمند ازبکستان گلسنه ممزاییتوه. خوش مرحمت گوش میکنیم دوام سرود را. انا همین بود جواب بین گلسنه ممزاییتوه. خوش میگذاریم با آهنگ نوبتی. فکر میکنم این آهنگ رو نیز در کوتاه‌ترین مدت پیدا میکنیم. پیدا کرده؟ فکر میکنم علاقه اولین پیدا کردن. سرود موج جنونم دارم. این سرود را با خریبی چند هنرمند دیگر نیز بازخوانی کردن از قبیل دمیر بیک علیموف، سعید مومینی بزرگ. تاریخ تلویزیون شاهنواز پیوسته این سرود میرود. اما در بخشی که صدای آشنا که سرودهای هنرمندان پیشینه هستند در آن بخش همین سرود دائما پخش میشود. این سرود بسیار سرودی دوست داشتنی جالب است که همه مشهور است. پیر جوان دوستش می‌دارند، زمزمه میکنند و باز جوانان دیگر هنرمندان دیگر به طرز خودشان بازخوانی کردند. لیکن اصلا این سرود از جانب عبدالله نظریف هنرمندی مشهور شناخته تاجیک در دل دیده مردم جا گرفته است و سرای داشته است. موجی جنون. واقعا جواب شما درست است. تشکر جوابتان درست است. خوش میگذاریم با گوش میکنیم. شنیدن واقعا بله. با گوش کردن دوام همین آهنگ.
موج جنون میزند اشکی پریشانی کیست ناله بدیل میخلد بسمیل مجگانی کیست بسمیل مجگانی کیست. نگذاریم با آهنگ اخیران. بله. این حال حساب برابر است. بله. فکر میکنم این حال امشب برنامه نیست باز برابر میشود باز دوستی غلبه میکند اما یک آهنگ دیگر است خوش مرحمت گوش میکنیم. Ягода малинка, ой-ой-ой-ой, ты моя грустинка. یک کمک میکنه ماهیرا. خب. کی است هنرمند؟ هنرمندی جوانی روس است. خوش جواب این آهنگ را نیز ما میگوییم این بود سراننده روس حبیب نام دارد. حبیب. بله. مرحمت گوش میکنیم دوام سرود. Ягода малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами, лево-право, потолок. خوش طوری که در آغاز ما برای شما گفته بودیم سرودها پیشنهاد میگردند از هنرمندان شناخته تاجیک از خارجه همین طور نیز شد و طوری که بینندگان عزیز خود شما نیز مشاهده نمودید هر یکی آنها چست و چالاکی را نشان دادند و کمی دیده میشد که رقیبانی خیلی هم دلصاف و دلسوز هستند به دیگر حتی کمک نیز کرده بودند. خوش بالاخره باز در این برنامه دوستی غلبه کرد یعنی هر دوی آنها برابر شدند. شما را تبریک میکنیم. دوستان عزیز برنامه فرهنگی و فراغتی شام شاهنواز همانا طریق تلویزیون شاهنواز ادامه دارد و مهمانان امشبه برنامه ما هستند هنرمندان خیلی هم شناخته خیرنسا وطنزاده اینچنین سراینده جوان و با استعداد عالم جمعخان. آیا باشه در این قسمت برنامه یک صحبت میکنیم ما برای شما چند سوال پیشنهاد میکنیم و اینچنین یک چند سوال هایی که از جانب بینندگان به ما ارسال شدن طریق سامانه های اجتماعی ما اونها رو به شما پیشنهاد میکنیم و البته یک صحبت خیلی هم گرم خواهیم گذراند. خیرنسا سالهای زیاد است که شما با هنری رقص مشغول هستید. فکر میکنم این یکی از ژانرهای دشوارترین نیز به حساب می رود. خوب می گفتید که مهری ان همین صنعت یعنی صنعت رقصیدن به دل شما از کی پیدا شد؟ سلامت باشید. درست قید کردید. هر یک ژانر با خود یک مشکلی دارد و چی سرود باشد، چی نوازندگی باشد، چی رقص باشد، کدام ساحه تئاتر، کدام ساحه که نباشد، کدام ژانر که نباشد مشکلی دارد و مهر و ذوق و شوق این کسب دست داشته رو یعنی هنر دست داشتنی رو برای من والدین بیدار نمودند و شکر میکنم که با دعای آنها و تا به این روز و اینجا رسیدیم. یعنی اونا پیوسته شما رو دستگیری میکردن؟ بله بله. در عائله شما بودن نفره که با همین صنعت یعنی با صنعت رقص مشغول بودن؟ نه نبودن. تنها شما؟ بله. در دیگر سمت های فرهنگ چه؟ سرایندگی دیگر؟ تنها نبودن. شما؟ یگانه. زید نبودن؟ نه برعکس. دستگیری میکردن؟ با یک شوق و ذوق و با یک عموما همون روزهای اول روزهای نخستین فکر میکنم شما نوروز یعنی طفل بودید و میخواستید که همچون در صحنه ها رقص کنید چگونه بود عموما کمی برای ما نقل میکردید از دوران خردسالی خود؟ براستی اگر از دوران خردسالی یادآور شویم یک داستانی رو میموند چقدری که با یادها میتوانید کوتاه کردن نه نمیشود چون که مختصر شاید چون که خیلی لحظه های خردسالی ما شیرین و گوارا و خاطرمان یک لحظه عجیب باشه نقل میکرد برای ما نه برای بینندگان خیلی خرد بودم خیلی زیاد که خودم هم با خواهشم آمد و با ذوق آمدم خواستم یک لحظه که چون خیلی خرد بودم 6-7 سالم بود من زیاد که در همه چهاربینی‌ها حاضر می شدم با همون کرته چایکای چکنی خود و با همراهی پدر و مادر آنها ما رو دعوت میکردند و حاضر می شدم. همین از ذوق شوق زیاد من در خانه یک خودم تنها پیرزه ها رو محکم کردم و زیر موسیقی آنچنان در لباس هندوگی می رقصیدم
و پدرم آمدند آیسته که از صدای موسیقی آیسته آیسته آمدند از تلویزیون تماشا کردن تا آخر و بعد کشادند و خرسک زدند و آفرین گفتند. من همین خیل شرم کردم و بعد گفتند که نزد اویلا که تمام از همین روز اعتبارا ما دعا میتیم که همین هنر همین شوق باز زیاد کوشش کند و تا آخر برده رساند و دستگیری کردند دعا دادند در همه حالت ها، چی در آفرینش لباس های و چی در کدام راهی که نباشه دستگیری کردن. ما از دستگیری آنها بود که شما امروز بله یادشان بخیر باشد، سلامت باشد. فکر میکنم که همین گونه باید باشد هر یک پدر و مادر، هر والدین فرزندان خود را در کدام ساحه در کدام راهی که شوق و ذوق دارند باید که دستگیری کنند. بله. خوش خیری وطن و هر یک نفر در زندگی استاد دارد. پس استاد خیری وطن زاده کی باشد؟ سلامت باشید. درست قید کردید. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم چون مرید شمس تبریزی نشد. و همین گونه هم هست که هر یک هنرمند به خود استادی دارد، یک پیروی دارد و من نیز در این جاده استادی خود هنرمند مردمی تاجیکستان فیض‌الله کریموف می حسابم، چون که اون کس تا حاضر از خوردی تا حالا دستگیر و مددگار و مصلحتگری من هستند. خوش یک سوال دیگر این حال پیدا می شود. از همون دورای خردسالی تا این جانب دائما مشاهده می گردد که شما تنها رقص میکنید. بله. سببش در چی باشد؟ قدم های اولین خود رو من از رقص یکا آغاز کردم. بله، رقص یکا بالای صحنه حاضر شدم با رقص یکا و همین گونه پذیرفتند، دوست داشتند من را استادانی ساحه رقص. و از همین لحاظ شاید فکر میکنم که چی در چهاربینی های کلان دولتی باشد، چی در تاجیکستان ما باشد و چی خارج باشد، تا امروز به رقص یکا دعوت میکنند، به رقص یکا در برنامه ها بند میکنند و تا حاضر باشد با رقص یکا من را دوست داشتند و چون که شاید که رقص در رقص یکا من توانستم در رقص یکا در دل و دیده های مخلصان جای شما نه تنها رقص یکا بلکه شما رقص ملی تاجیکی اینچنین لباس چکن را به جهانی معرفی کردید. سلامت باشید. فکر میکنم خیلی کار خوب است در همین سمتی که شما انتخاب کردید. بله، سلامت باشید. خب علیم جمعه خان، باری اول روی صحنه تاجیک کدام سال و با کدام سرود آمدید؟ سال پیش اندلیباد برآمد میکردم وقتی خورد بودم. در اونجا جای یکم رو میگرفتیم از طرف ناحیه. بعدا سال 2003 ختم مکتب کردیم و در دانشگاه صنعت با نام استاد میرزا ترسون‌زاده داخل شدیم و فاکولته موسیقی آموزگاری. بعدا سال 2006 فکر میکنم یک سرود با قلم شاه زمان آهنگ خودم سرود با نام یار از ما قهر کردی یافتی یار دیگر، همتای خیش را بفروختی به بازار دیگر. همین سرود را خوانده بودم و برای مخلصان خودم پسند آمد. مرا همین سرود مشهور کرد. سال 2006 فکر میکنم. بهترین چی میشود که این حال از همون 4 مصرع برای ما اجرا کرده؟ یار از ما قهر کردی یافتی یاری دیگر، همتای خیش بفروختی به بازاری دیگر، همتای خیش بفروختی به بازاری دیگر. سلامت باشید. از بین چند سال دیگر گذشت، شما نخواستید که همین سرود رو باز از نو بازخوانی کنید؟ شاید با یک آرنجراوکای نو بس نو؟ البته مقصد است مناسب کرده باشد پیشکش مخلصان میگردونیم. خوش، پس مخلصان علیم جمعه خان انتظار باشد. فکر میکنم نه تنها این سرود بلکه باز چندین سرودهای دیگر برای شما پیشکش میگردن. ما از طریق تلویزیونی شاهنواز.
خب خیرینیسا میگفتید که باری شده است که شما در صحنه‌های کلان باری افتاده باشید یا اینکه سرتان تا خورده باشد هنگامی رقص. چنین حالت‌ها بودن؟ هنرمندی پروفسیونالی فکر میکنم با چنین کارها دچار نمیشوند. با این حالت دچار نشدم، لیکن هر یک هنرمند همون یک ترس و یک هیجان پیش از به صحنه برآمدن دارد و از این لحاظ باید که از همه جهت اهمیت داده باشد، چون که خیلی دشوار است. رخ ندهد. بله. چون این کار یعنی در حیات شما نبود. باری بود که هیجان شما را فرا گرفته بود. خیلی اکنون می شود، این بسیار می شود. خود شما هنرمند هستید، بیشتر وقت در چاره‌بینی ها و در صحنه‌های بزرگ اشتراک میکنید. برای دور ساختن هیجان چی کار باید کرد؟ با خود، به هنر خود اهمیت دادن در کار و با چشم بیننده که نگاه نکردی به خود اهمیت دادی، زیاد به خود اهمیت دادی و می شود. یعنی باید با اون افرادی که در تالار نشستن تماشابین هست، وجود دارد. اگر با چشم هر یک تماشابین بیننده اگر زیاد اهمیت دهی، شاید دقت هنرمند جلب می شود، کمی از حالت می براید. برای همین باید که زیاد باوری داشته باشد، به خود اهمیت داده باشد. خب عالی، میگفتید که در صورت‌های خود بیشتر از ایجادیات کدام شاعران استفاده میبرید؟ تشکر زیاد. البته من از استاد محمد غایب سرود وحدت خوندم و از رستم وهاب عین حال برای در پیش جشن استقلالیت داریم آماده هستند سرود و از رستم وهاب خوندم، از نورالله عارف خوندم. بسیار از شاعرایی که شناخته هستند برای این ملت خدمت کردن. یعنی ایجادیات آنها را بسیار استفاده میبرید. بله خانم. خوش عالم، امروزها زنده سرایی در بین سرایندگان خیلی کم است، اما ما با شما بسیار نظر میکنیم و به ایجادیات شما با برآمدهای شما بسیاری وقت شما زنده میسرایید. یعنی از تحت دل آن چیزی که زنده است فکر میکنم یک کیفیت، یک جذابیت دیگر رو دارد و خوبتر به شنونده، به بیننده میرسد. اطراف آن همین میخواستم از شما پرسان شوم که چی توصیه میدید به آن نفرانی که بسیار وقت از فونوگرام استفاده میبرند؟ فکر میکنم زنده‌خوانی خودش یک مکتب خاص خود را دارد. البته امروز جوانان بسیار اگر با زنده‌خوانی مایل شوق داشته باشند بسیار خوب میشود در صنعت ما. من فکر میکنم از وقتش که ما در عائله صنعتکار با دنیا آمدیم و پدر ما هم چون هنرمند بودن اکای جمعه خان و زنده میسراییدن، ما فکر میکردم که این مشکلی ندارد. پدر جان میگفت نه پسرم چقدر زنده خواندی همون قدر آواز پخته میشود، همون قدر آواز مقصد جای خودش میگیرد. فکر میکنم اگر جوانای امروزه با زنده خوانی مایل شوق هوس داشته باشند بسیار خوب میشود. خوش، شما گفتید شما یکی از فرزندان هنرمند شناخته هستید. مهیره پیش از برنامه با من گفتن که پسر جمعه خان سفر. بسیاری ما پسر جمعه خان سفر میگن. استاد عین حال من چند برنامه دا گفته بودم که مهیره گفت با من گفت که پسر جمعه خان سفر بیا اوید انمی یک سوال ده. من گفتم که چرا همه شما رو یعنی فرزند جمعه خان سفر میسابن؟ بسیاری همه خیلی فکر میکنن توی مرکو دا میریم فرزند جمعه خان سفر آمده است، فرزند جمعه خان سفر آمدن، خیلی معرفی میکنن. یک واقعه کوتاه نقل میکنم. عین حال در شهر باختر پیشتر قرغان تپه بودم. خلاصه گپ ما راست گپ رفتیم به شهر قرغان تپه، یک مرکه دا تکلیف کردن. بعدم یک راوی خوب دست ما را معرفی کردن که فرزند جمعه خان سفر آمده، خلق دیگه کفکوبی. بعد دیگه ما خواب کردیم گفتیم خوب شده است خیر توی مرکه را گذراندیم که او مردک آمد پیش ما. گفت پدرتون چه خیلی اول پرسی کردم، گفتیم خوب است سودان. بعدا استاد جمعه خان سفر یک مرکه دعوا خوردیم، گفتیم استاد عزیز گفت ما افتخار میکنم. گفت ما بسیاریا ما را گفت میپرسن که علم جمعه خان فرزند شما، میگم نه خیر شاگرد است. ما از استاد فخر میکنیم که چون استاد جمعه خان سفر امروز یک هنرمند شناخته هستند
چون که پدر ما هم جمعه خانم داره، ایسایف جمعه خانم دارد. بسیاری مرا فرزند جمعه خان سفر میگم در چندین برنامه ها برآمد کردم، گفتم که من فرزندم کس نیستم، استادم، همچون استاد دوستش می‌داریم، حرمت میکنیم. پدر ما ایسایف جمعه خان از ناحیه مومین آباد. فکر میکنم تمام بینندگان علاقه پای بردن که این پسر بله. جمعه خان سفر نیست، نیست. اما جمعه خان سفر استادی آنها میباشد. خوش، عین حال ما درباره انهمی زنده سرایی گفته بودیم. شما در یکی از برنامه‌های تلویزیون شاهنواز نیز در برنامه استودیو شاهنواز نیز اشتراک کرده بودید. همین طور بوده. عین حال باشد یک بیننده ما با نام شبنم درخواست سرود تق تق دروازه رو کردن، نوشتن که یک چند مصرعش رو زنده برای ما اجرا می‌کردن. تق تقی دروازه شد، زنگ دیلم تازه شد، آمدن و رفتنات به همه آوازه شد. تق تقی دروازه شد، زنگ دیلم تازه شد، آمدن و رفتنات به همه آوازه شد. تشکر. سلامت باشد علیم جمعه خان و اینچنین خیرنیسا و تزاده. این حال سوال برای هر دوی شما. فکر میکنم شما در یکی از انسامبل های جمهوری تاجیکستان فعالیت میکردید، مخصوصا در انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. از کدام سال شما وارد همین انسامبل شدید؟ تشکر زیاد. من سال 2012 در انسامبل فلک کار و فعالیت دارم. و با طریق کاستینگ یا اینکه نه، چگونه وارد شدید؟ همچون هم خیلی هنرمند پیشنهاد کردیم، قبول کردن. با استاد دولتمند کار کردم، وزیرش استاد ناصر سفر هستن، راهبر ما بسیار یک استادی مهربان هستند. تمامی نازکای این ژانر رو برای ما می‌آموزند و نشان میدن. بسیار استادا هستند در انسامبل ما که کار و فعالیت میکنن. از همش میندار هستم. در هر یک آهنگای من، در هر یک شعر کار و فعالیتی من دستگیری میکنم. چرا محض همین ژانر فلک رو شما انتخاب کردید؟ چون که من در اویله فلک‌ها به دنیا اومدم. از همین سبب. بله. فکر میکنم دشوار است فلک. ژانر فلک بسیار یک ژانر دشوار است. خیلی اپای خیرنیسا میدونند. سالهای دراز، سالهای بسیار با استاد دولتمند کار کردن در انسامبل ها. ژانر فلک بسیار نازکی خود را دارد. آیا نفری که با فلک سرایی مشغول است از عهده ژانر شش مقام نیز برآمده میتواند؟ چگونه که میدونیم از عهده ژانر استرادا شما برآمده. واقعا فکر میکنم ژانر شش مقام بسیار یک ژانر مرکب است، ژانر بسیار مشکل است. نه هر کس در این ژانر وارد شده میتواند. کوشش میکنیم یک خمونه در ژانر شش مقام بسنجیم که اودش میبریم نمیبریم. فکر میکنم شما میتوانید. من باوری دارم که از اودش میبرید، چون که ژانر فلک و ژانر شش مقام این هر دو ژانر زنده سرایی رو میپرستند و زنده سراییدن در این دو ژانر با دل و دیده شنونده خوبتر میرسد و شیرینتر و گواراتر است. بله. تشکر. خب خیرنیسا، شما همیشه مثل گلها زیبا و شکوفان هستید. سیری همین زیبایی در چی باشد؟ همین رقصیدن های زیبای شما فکر میکنم. تبسم های زیبا. سلامت باشید. این مهر و محبت و دوستداری و صمیمیت از مخلصان است. به ما نیرو میدهد شاید. بله. تشکر. و محیطی مایله البته که خوش در عرفیت میگویند که سیمسان زن را باید پرسیدن شرط نیست، چون شما مثل گل‌های بهاری چطوری که مایره قید کردن دائما زیبا هستید. بگذار دائما زیبا و پرجلو بمانه. در همین قدر گفته میتوانم که ایجادیاتی من 30 سال رو در بر میگیرد. او طرفش را باید خودم فکر کنم. بله. 30 سال بالای سلامت باشید. واقعا یک صحبت خیلی هم صمیمی بود و اون سوالهایی که ما برای شما آماده کردیم با هر یکی آنها پاسخ گرفتیم. خوش این حال در این قسمت برنامه علیم جمعه خان یک سرود را اجرا میکنن، یعنی زمزمه میکنن. شما باشد در سرود علیم جمعه خان چیکار میکنید؟ رقص. البته که میرقصم. آماده هستید؟ پس دوستان عزیز از نزد اکرانهای خود دور نروید. پس از چند لحظه برمیگردیم. با ما بمانید.
توی دور از برم در دل و در دیده دارم ترگینم ماهی تابانم توی دور از برم زارم سنما به گلی رویت از کف ندیهم سنبولی مویت دندان صدف است و برگی گلاب زلفی تو گرفت رنگ از شب پر نور رو خط چو ماه و کوکب سردست به پیشی سوزی مرتب از تیغی فراق سینه نشست بر من همانوش به تو نشست از تیغی فراق سینه نشست بر من همانوش به تو نشست آسایشی جانی من کجایی به تو همه جمعی من پرشسته شکری منه گوهری من کبوتری منه منم افتونی که سوی درازت دل بری من لب شکری منه منم عاشق به لحنی دل نوازت گوهری من کبوتری منه شکری منه یا بردوش گیرم بار نازد گوهری من کبوتری منه دلبری من لب شکری منه یا چرخ بیزن کبوتری من خب بینندگان عزیز آغاز میکنیم بخش آخرینی برنامه را که نام دارد اشاره. ما این بخش را تعریف نمیکنیم، خود شما اشتراک میکنید و بعدا تاثیرات شما را میشنویم. یعنی در این بخش به شما مصرع‌های شعری پیشنهاد میگردد و شما مصرع‌های شعری را انتخاب کرده به رقیب خود کلمه کلمه یعنی با اشاره باید فهمونید که این کدام یعنی مصرع شعری است. نفر دیگر باشه در گوش مونک صدای بلندی موسیقی فکر میکنم مصرع شعری رو کی انتخاب میکند از کجا پیدا یکی از شما. این حال ما برای شما مدام میکنیم بخش برای شما فهم است. بله. خب میرویم به نزد میز. دوستان عزیز با ما باشد. این حال آغاز میکنیم بخش خب بینندگان عزیز عینی حال آغاز میکنیم بخش اشاره را. فکر میکنم مالکه قاعده بخش رو با پورگی فهمیدید. از کی آغاز کنیم؟ از شما. مرحبا. بخش برای شما خواندید. از من مرحبا. از اولی میجیم خب. از اولی. مرحبا اولی. گوشمانک را در گوش گذارید. من برای شما یک موسیقی رو عینی حال انتخاب میکنم. موسیقی رو بلند میگذارم. شما باشد خیلی نیست و مصرع شعری رو انتخاب کنید. به تو به تو ستاره به تو ستاره ندارد ندارم شراره به تو ستاره ندارم به تو
ستاره ندارد شراره به تو ستاره ندارد شراره به تو ستاره نداره شراره 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 به تو شهلو به تو ستاره ندارد شراره به تو ستاره شهر ندارد شراره شراره به تو ستاره شراره به تو به- ستاره ندارد شراره به تو ستاره نداره شراره 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 بله آفرین به تو زی آسمان به تو زی آسمان به تو ستاره آسمان غم غم میبرد به تو ستاره غم میبرد پیدا کردن بله شهری من کشوری من شهر من کشوری من کشور من دلبری من دلبر من جانانه من خانه من شهری من شهر من کشوری من شهر من کشوری من کشور من دلبری من دلبر من نرود اشاره نرود نرود عشق تو نرود عشق تو عشق نشون دید با حرف خیلی. با دل نرود عشق تو از سری من از از سری من سر من سری من باغ و بوستانی باغ و بوستان گوهرافشانی باغ و بوستان گوهرافشانی گوهرافشان بحری من بحری من بحر من ای وطن ای وطن هدیه یزدانی هدیه یزدانی هدیه اندر هدیه هدیه تحفه یزدان هدیه یزدان 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 آه اشاره کنه اصلا برای شما مرحمت گوشمانک ها را گذاره دوستان عزیز شده که شما خودی حاضر تماشا کردید پیشنهاد شما بود بخش اشاره یعنی بخش از همه آخرین برنامه و فکر میکنم در این بخش نیز هنرمندان یعنی مهمانان امشب برنامه چست و چالاکی خود را نشان دادند و کوشش کردند که با ایما و اشاره به دیگر همون کلمه ها یعنی همون مصرع ها را فهمانده باشند. خوش بخش برای شما پسند آمد؟ بله بسیار جالب فکر میکنم برای خیرنیسا خیلی آسان بود. خیلی آسان بود زیرا اون آرایش مویی که دارد این گوشمانک ها قریب چند سانتی متر دور می ایستادن و تمام سخنهای عالم را گوش کردن. فهمیدم. نه مشکل بود مشکل بود؟ بله دوستان عزیز مغازه لباس‌های زنانه یه وستار برای هر کدام شما لباس‌های شنیدنی رو پیشنهاد میکند. هر یک شما میتوانید از این مغازه دلخواه لباس‌ها رو برای خودشون ماهیره انتخاب کرده است. شما نیز انتخاب کرده باشید. سراغ مرکزی سودای برکت آشیانه یکم. خب تاثیرات شما آیده همین بخش یعنی بخش اشاره نه تنها بخش چون که آهسته آهسته به انجام برنامه رسیدیم عموما آیده برنامه امشب برای شما شاهنواز چه گفتنی ها دارد؟ فکر میکنم بسیار یک برنامه خوب است علاقه مخلصای خودش پیدا کرده این برنامه خوب است کدام بخش برنامه برای شما بیشتر پسند آمد؟ همش خوب است فکر میکنم همش دشوار خوب نبودن برای شما؟ دشوار
فکر میکنم جالب بودن نه بله اینکه بله دشوار. بله جالب بودم. خب تاثیرات شما خیر نیسا؟ بسیار برنامه خوب است، بسیار برنامه جالب، دوست داشتنی و مقبولی همه مخلصان است و این چنین اشتراکداران است و ما هم مقبول شد، مخصوصا همین بخشی درست. خوب است، ما فقط به شما بهترین است، سلامت باشید. تشکر، باری دیگر تشکر میگویم که به برنامه ما آمدید و این شومی زیبای تابستان را همراه ما و بینندگان که این ما رو تماشا دارن گذراندید. امیدوار هستم این آخرین دیدار نیست. ما شما رو در هر موسم دعوت میکنیم و شما باید با دل گرم با یک مهر و محبت زیاد به دیدار مخلصان، به دیدار بینندگان تلویزیون شاهنواز آمده باشید. سلامت باشید، سلامت باشید و از فرصت مناسب استفاده برده تمامی تاجیکان، تمامی تاجیکستانیان رو با این جشن بزرگ تاریخی همان، یعنی جشن استقلالت جمهوری تاجیکستان مبارکباد میگویم. سلامت باشید. دوستان عزیز، طول چند لحظه و پیشنهاد شما بود شما برنامه فرهنگی و فراغتی شام شاهنواز با شما بودیم. چون هر وقت من مصرف امانشاه و همکارم ماهیره امانова. تا دیداری نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر.